با سلام خدمت همراهان گرامی نرم افزار تدبیر. در این فیلم آموزشی قصد داریم درباره نحوه تعریف دوره‌های مالی با هم صحبت بکنیم. برای بررسی این امکان از منوی حسابداری گزینه مدیریت دوره‌های مالی یا کلید ترکیبی آلت و وای رو انتخاب می‌کنیم. فرم مدیریت دوره‌های مالی نمایش داده میشه. همونطور که میدونید برای فعالیت در هر شرکت ما احتیاج به تعریف حداقل یک دوره مالی داریم. دوره مالی جدیدی که شما تعریف میکنید به عنوان دوره مالی فعال سیستم شناخته شده و در بالای نوار عنوان سیستم جامع تدبیر قابل مشاهده خواهد بود. برای هر شرکت ما امکان تعریف دوره‌های مالی متعددی رو داریم، اما در هر لحظه فقط یک دوره به عنوان دوره مالی فعال سیستم شناخته میشه. در فرم مدیریت دوره‌های مالی لیست دوره‌های مالی تعریف شده رو شما میتونید مشاهده بکنید. زمانی که شما شرکت مورد نظر خودتون رو از لیست شرکت‌ها انتخاب میکنید، فرم مدیریت دوره‌های مالی به صورت خودکار فراخوانی میشه. حالا در صورتی که برای اولین بار اقدام به تعریف شرکت کردین، معرفی یک دوره مالی الزامی هستش. برای تعریف دوره مالی جدید روی دکمه جدید کلیک میکنیم. فرم ایجاد اصلاح دوره مالی نمایش داده میشه. در فیلد شماره به صورت خودکار یک شماره برای دوره مالی مورد نظر توسط سیستم پیشنهاد میشه. با این حال شما میتونید شماره مورد نظر خودتون رو در این فیلد وارد کنید. در فیلد نام دوره مالی شما میتونید عنوان دوره مالی مورد نظر رو وارد کنید. برای مثال دوره مالی 1404. در فیلد تاریخ شروع شما باید تاریخ شروع دوره مالی مورد نظر رو وارد بکنید. اینجا به صورت پیش‌فرض توسط سیستم تاریخ 1/1/1404 نمایش داده شده و من میخوام تاریخ شروع دوره مالی جدیدم از همین تاریخ در نظر گرفته بشه. در فیلد تاریخ پایان شما باید تاریخ پایان دوره مالی مورد نظر رو وارد بکنید که اینجا هم به صورت پیش‌فرض تاریخ پایان رو 29/12/1404 زده و من همین تاریخ رو به عنوان تاریخ پایان این دوره مالی در نظر میگیرم. در فیلد شرح در صورت تمایل میتونید توضیحات مرتبط با دوره مالی جدید رو وارد بکنید. اینجا کامبو باکس سیستم ثبت موجودی رو مشاهده میکنید. این کامبو باکس شامل 2 تا گزینه هستش، گزینه دائمی و ادواری. زمانی که شما اولین بار اقدام به تعریف یک شرکت می کنید، بعد از اینکه شرکت مورد نظر ایجاد و فراخوانی شد، شما ملزم به تعریف یک دوره مالی جدید هست. حالا در فرم ایجاد اصلاح دوره مالی جدید این کامبو باکس فعال هستش و شما میتونید یکی از گزینه‌های دائمی یا ادواری رو به عنوان سیستم ثبت موجودی انتخاب بکنید. الان با توجه به اینکه من قبلا دوره مالی 1403 رو تعریف کرده بودم و زمان تعریف این دوره مالی سیستم ثبت موجودی رو دائمی انتخاب کردم، از این پس هر دوره مالی جدیدی که برای این شرکت ایجاد بکنم به صورت خودکار سیستم ثبت موجودی رو دائمی در نظر میگیره و دیگه امکان اصلاح و تغییر سیستم ثبت موجودی وجود نخواهد داشت. بعد از ورود اطلاعات لازم در فرم ایجاد اصلاح دوره مالی روی دکمه تایید کلیک می‌کنیم. یک سطر در بخش لیست دوره‌های مالی برای ما نمایش داده میشه. بعد از تعریف دوره مالی مورد نظر در صورتی که قصد اعمال تغییراتی در اطلاعات این دوره داشته باشین، با انتخاب سطر مورد نظر و کلیک روی دکمه اصلاح مجددا فرم ایجاد اصلاح دوره مالی نمایش داده میشه و شما میتونید اطلاعات مربوط به شماره، نام دوره مالی، تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره مالی رو در صورت نیاز تغییر بدین. فقط اطلاعات مربوط به انتخاب سیستم ثبت موجودی همونطور که گفتیم قابل تغییر نیست. بعد از اعمال تغییرات مورد نظر هم باید روی دکمه تایید کلیک کنید.
بعد از تعریف دوره مالی جدید با کلیک روی دکمه انتخاب شما وارد دوره مالی مورد نظر خواهید شد. من یک بار دیگه فرم مدیریت دوره‌های مالی رو انتخاب می‌کنم. برای مثال می‌خوام دوره مالی 1403 رو فراخوانی کنم، انتخابش می‌کنم. مشاهده می‌کنید که اینجا در نوار عنوان هم دوره مالی 1403 نمایش داده شده و من وارد دوره مالی 1403 شدم. ما در این فیلم آموزشی درباره نحوه تعریف دوره‌های مالی در نرم افزار تدبیر با هم صحبت کردیم. درباره نکات مرتبط با فرم مدیریت دوره‌های مالی و همچنین حذف یک دوره مالی در فیلم آموزشی بعدی با هم صحبت خواهیم کرد. امیدوارم مطالب ارائه شده در این فیلم آموزشی برای شما مفید بوده باشه. با تشکر فراوان از توجه شما عزیزان.